2 علت داشت این تغییر رفتار امید دانا. تا حالا در مورد صحبت نکرده بودم. یک علتش مشخصا نقطه ضعفایی که در اپوزیسیون دیده. یک علتش مشخصا شاید از دید او وابستگی هایی که اپوزیسیون به برخی از اپوزیسیون به نیروهای خارجی دارن. اما یک بخش مهم دیگه هم هست، اگر کسانی که نمیدونن بدونن. امید دانا بسیار فعال بود در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، اما رضا پهلوی میاد و در موقع اوج فعالیت امید دانا به نوعی در مسابقه با نوریزاده، که نوریزاده هم از قصد این کارو کرد، یعنی نوریزاده با نیت خیر این کارو نکرد، یه کاری میکنه که در اوج روزهای حمایت امید دانا رضا پهلوی موضع بدی میگیره در مورد گروهش، در مورد گروه امید دانا، و این یک مقداری کینه در امید دانا به وجود میاره. یه فیلمی رو با هم ببینیم.